آیا تا به حال فکر کردی که چرا زبان انگلیسی مهمترین زبان دنیاست و میلیون ها نفر در روی کره خاکی چرا پی یادگیری این زبانند؟ مانند افغانستان که تقریبا بیشتر از حد اوسط محصلین دانشگاه ها و مکاتب و حتی بخشی از دانش آموزان مدارس به دنبال یادگیری زبان هستند. در این ویدیو 5 دلیل اساسی یادگیری زبان انگلیسی را براتون میگم که ممکن انگیزه شما زبان آموزان عزیز را چند برابر نماید. درود و وقت بخیر، من جاهید هستم و اینجا کانال انگلیش وید جاهید است و ممنون از اینکه اینجا حضور دارید و برای دانستن جدیدترین روش ها و تکنیک های یادگیری مؤثر زبان با من همراه باشید. خب میریم سراغ پرسشی که مطرح شده بود، این که چرا باید انگلیسی یاد بگیریم. اولی که پاسخ سوال کاملا بستگی به اهداف و برنامه‌های هر یکی از ما در زندگی داره. این که ما در کدام مرحله از زندگی هستیم و سطح تحصیلاتمون چقدر است و چه اهدافی را در زندگی دنبال میکنیم و آیا به خاطر دانشگاه میخوایم زبان یاد بگیریم یا هم به خاطر دیگر مقاصد زندگی و کاریمان. اما به صورت کلی اهمیت یادگیری زبان را به 5 بخش عمده میشه خلاصه کرد. انگلیسی امروزه زبانی جهانی علم و تکنولوژی و تجارت و ارتباطات و تماشای فیلم ها و استفاده از منابع اصلی درسی شده. بنابراین یاد گرفتن زبان خیلی مهم و کاربردی است. اولی که انگلیسی را گفتیم زبان جهانی است. امروزه ما میبینیم که بیش از 1.5 میلیارد نفر در دنیا انگلیسی حرف میزنن یا حداقل زبان را میفهمن وقتی که صحبت شود، که از میان این 1.5 میلیارد نفر در دنیا 350 الی 400 میلیون نفرش را نیتیو اسپیکر ها تشکیل میده که اساسا زبانشان زبان انگلیسی هست، یعنی زبان مادریشان زبان انگلیسی است. و این نیتیو اسپیکر ها اساسا در کشورهای مثل یونایتد استیتس، یونایتد کینگدم، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای دیگه زندگی میکنن که بیشتر از 70 کشور دنیای زبان را به عنوان زبان رسمی و یا زبان دوم قبول کردن. و از میان 1.5 میلیارد نفر که به این زبان صحبت میکنن تقریبا میشه گفت که 1.2 میلیاردی آنها زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم صحبت میکنن یا به عنوان زبان خارجی برای خود قبول کردن، که در حدود 20% از نفوس 8 میلیاردی که در کره زمین زندگی میکنن توانایی تکلم به این زبان را دارن یا حداقل متوجه میشن وقتی که به این زبان صحبت کرده شود. به همین خاطر این زبان را به عنوان زبانی که بیشترین تلاش برای یاد گرفتنش از سوی زبان آموزا شده است تبدیل میکنه. خب در بخش اهمیت زبان گفتیم که یادگیری زبان دسترسی به علم، تکنولوژی و اینترنت را آسان میسازه. شما اگر دقت کرده باشین بیشتر از 80% اطلاعات مفیدی که روی دامنه اینترنت موجود است توسط ماشین های جستجوگری گوگل و AI و غیره و برای ما بر اساس نیازمون نمایش داده میشه. همه نخست به این زبان یعنی به زبان انگلیسی منتشر میشه و همچنان کتاب ها، ویدیو ها، دوره های آنلاین، مقالات دانشگاهی و آموزش های تخصصی همه اول به زبان انگلیسی منتشر میشن، بعد به سایر زبان ها ترجمه و برگردان میشن. مانند دوره‌های درسی و تقویتی دانشگاه‌های برتر دنیا از جمله MIT، هاروارد، استنفورد، آکسفورد و غیره که همه به زبان انگلیسی هستن منابعشان. و اگر شما بخواید که از منابع جامع و معتبر مراکز علمی استفاده کنین باید این زبان را حداقل تا سطح B2 یاد داشته باشین که در غیر این صورت نمیشه به راحتی از منابعی که یاد کردیم استفاده بکنیم. بخش دیگری که در مورد اهمیت زبان گفتیم این بود که با کارگیری انگلیسی پیشرفت‌های شغلی و درآمد بیشتری میسر میشه برای ما در مسیر شغلی ما. دانستن زبان انگلیسی فرصت‌های شغلی که ما در پیش هستیم را چند برابر میکنه، مانند شغل‌های در سطح بین‌المللی یا کار در مؤسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی، مثلا در بخش‌های IT، برنامه‌نویسی، شبکه، پزشکی، مهندسی، بخش‌های حقوقی، همه‌شان نیاز به دانش انگلیسی دارن. و نکته‌ای که لازم است گفته شود است که شما اگر در مصاحبه‌های کاری در صورتی که شفافیت موجود باشه و انگلیسی خوب بلد باشید قطعا در اولویت قرار خواهید گرفت.
یعنی شانس موفقیتتان خیلی بیشتر از بقیه کسانی است که در رقابت و آزمون اشتراک کردن. و آمدیم بالایی که زبان انگلیسی در سفر و ارتباطات با دنیا چگونه است. خب امروزه شما در هر کشوری که سفر کنین، چه کشورهای اروپایی باشه یا چه کشورهای آسیایی، احتمالی که کسی انگلیسی بفهمه خیلی بیشتر از هر زبان دیگه است. پس اگر انگلیسی بلد باشین، راحت‌تر میتونین مسیر راه را بپرسین، خوب خرید کنین، از فروشگاه بزرگ مثل آمازون، فلیپکارت، علی بابا و فروشگاه شهری که درش زندگی میکنین خوب خرید بکنین، یا بوکینگ هتل ها رو درست انجام بدین، یا حتی راحت‌تر دوست پیدا بکنین برای اقامت در جغرافیایی که تازه وارد شدین و همه مراحل زندگی را براتان اگر زبان را بلد باشین خیلی راحت و آسان‌تر می‌سازه. و اهمیت دیگه‌ای که یاد داشتن زبان انگلیسی داره، افزایش هوش و مهارت‌های ذهنی ما است. باید داشته باشین که همیشه یادگیری زبان دوم حافظه و تمرکز آدمی را تقویت کرده و کمک میکنه تا ذهنمان بازتر شده و خلاقانه روی مسائل جدید بیاندیشه. پس نه تنها زبان که هر زبانی را که نیاز دارید و دوست دارید بیاموزید تا ذهنتان شکوفا شده و رشد کنه. با یادگیری زبان انگلیسی، یادگیری سایر مهارت‌ها برمان راحت تر میشه. چگونه؟ مثلا شما اگر کسی هستید که میخواهید شبکه‌های کامپیوتری یا برنامه‌نویسی یا ترمیم موبایل، کامپیوتر و سایر دستگاه برقی یا مهارت‌هایی مثل گرافیک دیزاین یا هر مهارت فنی دیگه‌ای را که بخواید یاد بگیرید، پس روی پلتفرم‌های مختلف از جمله یوتیوب بهترین منابع و زبان انگلیسی موجود است که در واقع زبان انگلیسی مثل کلید دسترسی و آموزش‌های جهانی در هر بخش و هر فنی که ما نیاز داشته باشیم و علاقه‌مندش باشیم است. و در پایان راجع به اهمیت زبان گفتیم که دانستن زبان انگلیسی، تماشای فیلم ها و سریال ها و استفاده از منابع اصلی موجود به زبان انگلیسی را برمان خیلی آسان می سازه. یعنی با یادگیری زبان میتونیم سایر زبان ها و مهارت هایی را که بهش نیاز داریم از روی منابع موجود در روی اینترنت و هر پلتفرم دیگه ای که در دسترسمان است به راحتی استفاده بکنیم و یاد بگیریم و همچنان مهارت‌های شخصی خودمون رو تقویت کنیم. یادگیری زبان انگلیسی در قرن 21 یک ضرورت جدی بوده، دقیقاً مانند سواد خواندن و نوشتن در قرن‌های قبل. پس شما اگر می‌خواهید در زندگی فردی و اجتماعیتان خوش بدرخشید و به انبوهی از مهارت‌ها و آموزش‌ها و منابع درسی قابل اعتماد دست پیدا بکنین، حتما روی زبان با برنامه و جدی کار کنین که خیلی نیاز و مهم است تا از مزایای یاد داشتن زبان بهره‌مند شده و موفقیت‌های چشمگیری را برای خود و جامعه انسانی رقم بزنین. سپاس از اینکه تا فرجام ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که توانسته باشم تا اهمیت یاد داشتن زبان انگلیسی را که خیلی مهم و کاربردی است به صورت مختصر مفید براتون توضیح داده باشم. و اگر شما پیشنهاد یا پرسشی دارید می توانید در بخش کامنت ها زدن بپرسید، برایتان پاسخ داده خواهد شد. و اگر نیاز به توضیح بیشتری بود، طی یک جلسه درسی با استفاده از جدیدترین منابع موجود برایتان پاسخ ارائه خواهم کرد.